ملاحظه می‌فرمایید که من حالا علاوه بر اینکه یک داروسازم صنعتگرم شدم، این زمینه خانوادگی داشت. یعنی من یادم نمیاد که حتی تا قبل از دیپلم یک روز در ایام تابستان یا در حتی تعطیلات رسمی کشور بیکار بودم. کمک مرحوم پدرم مشغول بودم. با اینکه کار آهنگری یک کار سخت و طاقت فرسایی بود، من از همون طفولیت کار میکردم. بسیار خوب. فکر کنم خانواده ما خانواده مذهبی متدین و صنعتگر جز بود. پدرم، مرحوم پدرم آهنگر بود در بازار آهنگرای اصفهان. به خاطر که از همون کوچیکی یا طفولیت ما رو پای خودمون بایستیم، با اینکه مرحوم پدر هزینه تحصیلات من رو میدادن، ولی به ما تلقین کرده بودند که تابستون باید خودت کار کنی و هزینه نام‌نویسی دبیرستانت هم خودت تهیه کنی، به دست بیاری. همچنین مرحوم مادرم، باز ایشون همیشه داستان‌هایی برای ما تعریف می‌کرد که افرادی با داشتن امکانات بسیار کم ولی در سایه کار و تلاش و توکل به جاهایی رسیدن. نمونه‌های عینی رو ایشون شنیده بود یا دیده بود و این داستان‌ها سرمشق خوبی بود برای بنده که من بتونم با توکل، اتکا به نفس به راهم ادامه بدم. به دلیل سوء استفاده که از پزودوئفدرین الان داره تو بعضی از جوامع میشه، وزارت بهداری دنبال اینه که پزودوئفدرین رو از محصولات، حالا چه قرص چه شربت، اینا رو حذفش کنن. ما یه نامه‌ای به وزارت بهداشت نوشتیم که ما 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا محصول داریم که اینا پزودوئفدرین داره. حالا به هر صورت ما باید پیش بینی کنیم که یه خلایی در بازار ایجاد نشه، چندین محصول رو بزنیم و 4 اضافه کاری نگه داریم تا انشالله این کار به یاری خدا انجام بشه. زمانی که فارغ التحصیل شدم سال 57 بود. خب در مصادف با اوج شکلی انقلاب بود که خب ما به خدمت نرفتیم و به هر صورت تا بعد از انقلاب من معاف شدم. یعنی وضعیت طوری بود که چون تشکیلات آموزشی ارتش به هم ریخته بود، ما جزو گروه مازاد شناخته شدیم و معاف شدم. من در شهر کد مشغول به یک کار داروخونه شدم، با یه تعدادی یک داروخونه تأسیس کردیم. پس از مدتی که حدود 1 سال در اون داروخونه بودم و کار میکردم، یکی از دوستانم ایشون اومد سراغ من و گفت که الان صنعت داروسازی کشور نیاز به یک سری نیروهای جوان
و معتقد داره و بتونن به هر صورت اداره این شرکت ها رو به عهده بگیرن. لذا من رفتم تهران و مدتی در شرکت سینادارو اونجا مشغول بودم. من رفتم و اونجا اول عضویت مدیره شدم و بعد از چند ماهی مدیر عامل شرکت شدم. آقای دکتر حداقل 20 ساله داروخانه داشتن، شهرکرد. من خودم شهرکرد داروخانه داشتم. بعد اونجا باشون آشنا شدیم و بعدم اومدیم اصفهان و من با تجربه که خب میدونی که تمام این صنایع و تمام این کار توی تهران انجام میگیره، کار کردن تو شهرستان خیلی سخته، ولی ایشون از پتانسیلش استفاده کرد و واقعا خب یه کارخونه خیلی خوب و داروهایی که هم تولید میکنه کیفیت خیلی خوبی داره. عوامل زیادی دخیل هستن توی یک کارخونه صنعتی داروسازی و به هر حال با جون مردم چون سر کار دارن، خیلی کار سختی هم هست. یعنی یه کسی باید عاشق این کار باشه تا بتونه انجام بده. ولی اومدن بعد از اون تجربیاتی که توی صنعت توی تهران داشتن، رئیس چند تا کارخونه داروسازی بودن، اومدن این تجربیاتشون رو آوردن توی اصفهان و یه کارخونه درست کردن که یه کارخونه معظم داروسازی و به روز یه کار بسیار خوبی کردن. ببینید ما الان توی خارج از کشور دارو به صورت لانگ اکشن یا ساستین ریلیز ایجاد میشه. حالا اینا چیه؟ شما به جای اینکه 6 تا دارو در یه روز بخوری، میای یه دونه یا 2 تا میخوری. که خوشبختانه این تکنولوژی رو آقای دکتر اخوان تو کارخونهشون ایجاد کرده که قابل تقدیره. من حالا خود شخص من اینه که من هدفم اینه که ببین پول که همیشه به وجود میاد. حالا ممکنه مقدارش کم و زیاد بشه. خود من حالا یا مطمئنم همه همکاران من هم حالا چه تو زمینه پزشک باشن، چه داروساز باشن، چه دندان پزشک، رضایت مریضشون خیلی مهمه براش. به نظر من لبخندی که مریض میزنه و اون احساس رضایتی که میکنه بعد از اینکه داروشو گرفت از اینجا رفت بیرون، این خیلی مهمتر از مسائل مالی است. شما هیچ شکی نکنید که اگه ما مسائل مالیمو درست نکنیم این لبخند هم نمیتونیم توی چهره مریض ببینیم. در اون شرایط چون که شرکت‌های خارجی علاقه نداشتن باشه ایران معامله کنن، لذا وضعیت داروی کشور بسیار اسفناک بود. از یک طرف هم جنگ شروع شده بود، نیاز جبهه‌ها به داروها افزایش پیدا کرده بود. من در اون مقطع به نظرم رسید که خلأ قابل توجهی در زمینه تولید فرآورده‌های دارویی تو کشور هست و این صنعت احتیاج به توسعه داره. پیشنهاد احداث یک کارخانه داروسازی در اصفهان رو به وزارت صنایع و سازمان صنایع ملی ایران دادم. خوشبختانه مورد تایید وزارت صنایع قرار گرفت و من شرکت داروسازی امین رو تأسیس کردم. بعد از اونجا در سال 1373 که بحث واگذاری کارخانجات پیش اومد، البته بعد از اون قضیه من چون که سهام اقلیت بود و اکثریت سهام رو کسای دیگه خریده بودن، دوست داشتن مدیریت اون تشکیلات رو به عهده خودشون باشه. لذا ما از اون شرکت اومدم بیرون و 7 سال تهران بودم، بعد 10 سال اومدم اصفهان، دوباره 3 سال رفتم تهران، تا اینکه دوستان توصیه داشتن، اقوام، که به هر صورت همیشه هنوز شما دارای انرژی و توان هستی، هنوزی فرصت هست که یه کاری برای خودت بکنی. لذا با جمعی از دوستان، اقوام و اساتید دانشگاه شرکت داروسازی رها را تأسیس کردیم در سال 1382.
برای یه مقدمه لازم به خدمتتون بگم، من بعد از اینکه شرکت داروسازی امیر رو تأسیس کردم و خب سالها در واحدهای داروسازی دیگه بودم، بعد از 24 سال تجربه شرکت رها رو تأسیس کردم. یک شرکتی که بیش از 4-5 سال از عمرش نمیذاره، 80 قلم فراورده دارویی داره، نه در یک خط بلکه در 7 خط مختلف تولیدی. ما در این شرکت آمپول داریم، قطره‌های چشمی، اسپری، نیمه قرص، نیمه جامدات مثل ژل و پماد و کرم و شربت که جزو معدود کارخونه‌هایی هست که اینقدر خطوط متنوع داشته باشه. و ما خوشبختانه زیر سایه تلاش خودم و بقیه همکارانم که بسیار همکارای خوب، دلسوز و تلاشگری هستند، تونستیم چندین قلم از این داروها رو فرموله کنیم و جلو واردات اینا رو انشاءالله الحمدلله بگیریم. اونچه که مهمه در صنعت داروسازی کشور و در داروسازی دنیا، کنترل هایی است که در مقاطع مختلف رو هر مرحله از دارو انجام میشه. شاید یک دارو تا میاد ساخته بشه 5-6 بار لازمه وارد قرنطینه بشه تا آزمایشات روش انجام بشه و بعد وارد کالای ساخته شده بشه. پرسنلی الان حدود 300 پرسنل داره. اگه برایشون یه مشکلی پیش بیاد، انگار برای بچه‌های خودم پیش اومده. یکی از رمزهای موفقیت ما به حسرت یه همدلی و یک همزبانی بین سهامدارا، بین اعضای هیئت مدیره و به صورت یک ارتباط دوستانه‌ای که بین مدیریت و کارکنان شرکت الحمدلله ایجاد شده. میدونم که از این بابت واقعا شاکر این همه الطاف الهی هست. من حسن بابایی هستم، متولد 1319. از بچگی که ما با هم دیگه فامیل هستیم. مرحوم دکتر پدر دکتر اخوان پسر دایی پدر من بودن و با هم رابطه خانوادگی در یک محله بودیم. 2-3 تا برادر بودن، یکیشون برادر آخریشون بود که ایشون هم ورزشکار بود، هم کار می‌کردن. میرفت پیش همون مرحوم پدر دکتر اخوان، این آقای دکتر هم میرفتن اونجا کارهای آهنگری و برنامه اینا رو روزهای تعطیلی اینا انجام میدادن. یعنی کمکی پدرشو میکردن. وحید دستجردی هستم، لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه آزاد نجف آباد، سابقه کار حدود 11 سال. از سال 1388 شرکت داروسازی مشغول به کار شدم. اومدم شرکت و یه فرم استخدام پر کردم، آقای دکتر صدا کردن، من رفتم با ایشون. اتفاقا یه مهندس بابایی هم حضور داشتن اون موقع، یه صحبتی با هم کردیم و بعد به من گفتن که فعلا شرکت در حالت پروژه هست، شما برید ما خبرتون میکنیم. آقای دکتر خصوصیت خوبی که داره و ما هم سعی کردیم از ایشون یاد بگیریم، با اعتماد به نفس توی کارها وارد میشن. من حسی که کردم تو این چند ساله که با آقای دکتر بودم، بیشتر به نظرم میرسه که خدمت به جامعه هست. دقیقاً این حس رو به ما منتقل کرده که ما تو کاری هم که داریم انجام میدیم و اون دقت لازمی رو که باید به خرج بدیم، یه طرف خانواده خودمون هستن، یک طرف جامعه ما هستن. اطلاع نداشتم، تا اون زمان اطلاع نداشتم. بعد سال 70 بود که من دوره عمومیم تموم شد، دوره داروسازی عمومیم، و مشغول
حساب دوره تخصصی شدم. آقای دکتر اخوانم اومده بودن تو دانشکده و قبل از من دوره تخصصی رو شروع کرده بودن که ما اونجا بود بیشتر با هم آشنا شدیم. آدمی هستن عالم در رشته خودشون، کسی که مثلا بیاد مدیر عامل باشه بعد مجددا بیاد در کنکور تخصصی شرکت بکنه، بیاد ادامه تحصیل بده به خاطر اینکه توانمندی‌های علمیشو بخواد افزایش بده، هیچ نیازی نداشت ایشون. همینطور که اشاره فرمودید ایشون میتونست سرمایه‌ای که الان داره سرمایه‌شو در مسیرهای دیگه، ولی بسیار آدم معتقد به رشته داروسازی در زمینه تخصصی خودشون. بنابراین دکتر میتونست بیاد همینطور که اشاره فرمودین بره مثلا در شرکت‌های دیگه در زمینه‌های دیگه که زیادم اون به حساب بحث داروی اساسی کشور نباشه، بحث‌های آرایشی بهداشتی مثلا بیاد سرمایه‌گذاری بکنه. این کارو نکرده، رفته در زمینه تولید داروهای اساسی که مورد نیاز کشور هست. پول گرفتن آوردن و این شرکت‌ها تأسیس کردن که الان فرآورده‌هایی که شرکتشون داره قابل رقابت با داروهای وارداتی هست. در قسمت کنترل کیفیت شرکت داروسازی به اصطلاح تست های کنترلی مواد اولیه و محصولاتی که در شرکت تولید میشه انجام میشه. روی محصولاتی که در شرکت تولید میشه تست هایی مثل تعیین مقدار، تعیین ناخالصی ها، زمان باز شدن و مقدار حلالیت داروها را تست میکنیم اینجا ما. خوشبختانه داروهایی که در داروسازی ساخت میشه با کیفیتی مشابه داروهای وارداتی هست و این جنبه برای ما مهم بوده که ما هزینه‌های به اصطلاح تحمیلی بر بیماران را تا حد ممکن برطرف بکنیم و بیمار فقط متوجه به اصطلاح همون مسئله سلامت خودش باشه و به فکر واقعا زیاد هزینه‌های بخش درمانیش نباشه. خوشبختانه دکتر اخوان خودشون به عنوان یکی از متخصصین و با تجربه ترین داروسازان کشور همیشه یار و یاور همه قسمت‌ها توی شرکت هستن. خوشبختانه مدیری هستن که واقعا کار کیفی براشون مهمه، اهمیت به کار میدن. واقعا اون چیزی که ما در ایشون میبینیم واقعا وجدان کاری هست که واقعا مثال زدنیه که به همه قسمت‌ها واقعا اهمیت میدن که یک داروی با کیفیت از این شرکت بیرون بره. خداوند در قرآن میفرماد و هو انشاءکم من الارض فاستعمروا فیها فاستغفره ثم یتوبوا الیه ان ربی قریب مجیب. این آیه همیشه محور زندگی من، یعنی ما شما را از زمین آفریدیم و به تعمیر و آبادانی زمین شما را مأمور کردیم. اگه مسیر درست انتخاب کنید، اگه هدف خداوند باشه، هدف رضای خدا و هدف خدمت به خلق خدا باشه و همواره انسان خداوند رو در تمام کاراش مد نظر قرار بده، اینا با هم منافاتی نداره. یک مشکلی که ما داریم اینه که ما همواره تصور میشه نسل جوان ما امروز که همه چیز را باید براشون آماده کرد. شما یه چیزی اشاره کردین خیلی خوب اولی صحبت. در اروپا بچه که 18 سال شد اگه یه پدر و مادر هزاری هم وضعش خوب بشه میگن برو بیرون. در بسیاری از این رستوران ها که میری
رستورانیا گارسوناشون دانشجوها هستن، خیلی با لباس مرتب خوشتیپ دارن کار میکنن، گارسونی میکنن، ولی هیچ وقت هم کسر شأنشون نیست. کدام یک از این دانشجوهای ما حاضرن بیان برن توی رستوران گارسونی کنن؟ ببینید حلال بودن نون شب یک طرف بستگی داره به خود طرف. کسی که اینجا قرارداد امضا میکنه و متعهد میشه که کارش رو تو طول روز انجام بده، اگه که بخواد اون فعالیت رو انجام نده یا براش مهم نباشه، حتی خود من اگه که قرارداد بستم که با شرکت کار بکنم، باید خودم رو متعهد بکنم به انجام کار. راه سالم. ما به کم قانع بودیم و با تلاش در واقع من شاید روزانه یه چیزی حدود 16 ساعت 17 ساعت تلاش مداوم در دانشکده، در محل اداری کارم، از کنم در داروخونه دارم، ولی تنها چیزی که فکر میکنم میگم تلاش و توکل به خدا و راه درست. حروم حلال نمیچن اصلا. و تو تزش این بود که با افراد چیزی دستش کار میکنن هواپای نیرم داشته باشه. خیلی پشت کار به کارش علاقه‌مند بود به کارش، شیفته کارش. میگن خدا میگه از تو حرکت از من برکت. چیزی که تا 2 بعد نصف شب 3 بعد نصف شب کار میکنه و چیزی ساعت 8 میره میخوابه، تفاوت باید داشته باشه. کار کرده، زحمت کشیده، خدا هم رسونده. برکتش توکلش به خدا بوده. من هیچ وقت خسته نشدم. خوشبختانه روحی اینطوری بوده که همیشه نه تنها به خودم انرژی مثبت تلقی می‌کردم و اطرافیانم هم این چنین بوده. عشق و علاقه به مملکتم، عشق و علاقه به حرفه‌ام. وقتی می‌بینم که میلیون‌ها دلار ارز بابت یک قلم از دارو دارید از کشور خارج میشه، در صورتی که با 1/7 1/8 1/10 ارز اون مملکت شما میتونی اون دارو رو با همون کیفیت در کشور تولید کنی، چرا نکنی؟ واقعا هنوز حس میکنم که این توان و انرژی در درونم هست که علیرغم تمام اون مسائلی که میگن نمیشه. شما نگاه کنید زندگی رو فقط از دریچه مادیات بفهمی، زود خسته میشی و زود از کوره در میری و صبر شما تموم میشه. اما اگه با کار عشق کردی، لذت بردی، اصلا زمان برات مهم نیست. بحث من توصیه به جوان‌ها اینه که هر کاری رو اگر عاشقانه دنبال کردن، هر حرفه‌ای فرق نمیکنه، دلیل نداره حالا همه دکتر بشن یا مهندس بشن. شما یه معمار، مکانیک، تراشکار، یک نقاش، یک معمار خوبی هم باشی، اگر عاشقانه کار کردی، تلاش کردی، یقین بدون زودتر از اون چه که شما تصورش رو بکنید حتما به هدف میرسی. این سنت الهیه. یک شعری یادم اگه به یادم بیاد بد نیست براتون بخونم، میگه کار من با عشق مشکل میشود، روزگارم بر سر دل میشود. هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل میشود.